سؤال کرده من الماء الذي خرج من البير وكتب عليه كلمة الطيبة بقدرة ذو الجلال والناس يزورون البير ويطلبون البركة من الماء وقال البعض أن زيارته وطلب البركة عنه شرك نعوذ بالله من ذلك. سوال کرده است که در کدام جای چاه ایجاد شده است، در او مشاهده شده است کلمه طیبه. بعضی مردم از خاطر برکت و تبرک به آنجا می روند و بعضی عده می گویند که این رفتنشان شرک است. این عقیده باطل است، بلکه در جایی که کلمه و قدرت پروردگار عالم ظاهر شده باشه انسان از برای عبرت باید اونجا بروه و از آنجا مشاهده کنه تا در وجود از او یک تبدیل بیاید، قدرت خدا را ببینه، مشاهده بکنه. و مسئله تبرک جستن یک مسئله مستقل است که ثابت است. تبرک به آثار صالحات، تبرک بر قرآن، تبرک بر امور دینی، تبرک بر کلمه طیبه، به همه امور جایز بوده، در شک و شبهه نیست. عقیده صحابه به تبرک راسخ بوده، از تابعین به تبرک راسخ بوده. امام شافعی با جلالت قدرش میگوید انی لا تبرک بقبر ابی حنیفه، ما تبرک میجویم به قبر ابو حنیفه. آیا قبر ابو حنیفه خیلی معظم است یا کلمه طیبه؟ امام شافعی با جلالت شان است، محدث عظیم است و نعوذ بالله مشرک نبود. تبرک جستن ناروا نیست، این گپ غلط است. در مدینه منوره رفتیم در باغ سلمان فارسی. وقتی که داخل نشیم یک طرف تابلو زده نوشته کرده بود که نقل الاشجار و التراب من هذا المکان شرک، بردن از اونجا مردم از درختها یگان چوباره میگیره و اونجا خاک شفا هست. مدینه کلش خاک شفا است، خاک از برای شفا میارن. اونا نوشته کرده که از اینجا بردن. این عقاید و گفتارهایی است که از خارج سر ما تحمیل می شود. ببینین دوستا، این مزخرفات عملی مودهای روز، تایتانیک و ترنام، جوانان میشناسین می؟ تایتانیک و ترنام. ما در ثقافت افغانی خود، فرهنگ اصیل خود از این نامها سابقه نداریم در تاریخ افغانستان. این نامها و اعمال هست که از خارج در جوانان ما تحمیل می شود. بمانند ازی امی شرک و بدعت از خارج در وطن ما تحمیل می شود و عقاید ما را به طرف دیگران می برد.